بیا 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 اوکی شد. بیا بیا. سلام بچه ها، خوش اومدید به سری. برو اونور. سیدو فرزاد بکبکیه ها. نمیدونم. سلام بچه ها، خوش اومدید به سری جدید SMP مون. اسمش برک SMPه. فرزادم میخواد خودشو دفن کنه چون بار 4 داریم اینو ریکورد میکنیم. اگه از این ویدیوها خوشتون میاد لایک کنید، نظری درباره ویدیوهای من دارید کامنت بذارید و برای حمایت کردن از من سابسکرایب کنید. یاد نشستم یه گیرم بذار تموم شد دیگه. چی بذارم؟ یه گیر بکم بیار. و اینکه اگه دلتون میخواد وارد SMP ما بشید توی نمیدم اگه دوست دارید وارد SMP ما بشید توی کامنت ها آیدی دیسکورد خودتون رو بذارید و بنده به شما ادفرن میدم، با شما صحبت میکنم درباره وارد سرور شدن و دیگه چرت و پرت نمیگم. بریم ویدیو رو شروع کنیم. فرزاد بیا کمکت کنم. منو چرا میزنی؟ دارم میکشمت. آزاد چی؟ چرا میزنی؟ ها راستی بچه ها، به غیر فرزاد کسرا هم توی این اسنپی هست، منتها رفته خوابیده. الان ما بار سوممون بود که باشون ضبط می‌کردیم، این بشر رفته بود گتو کپیده بود. ما اون دوباره قبلی رو داشتیم ضبط میکردیم بود، الان دوباره سرور مجبور شدیم ریستش کنیم. انشالله اپیزود بعدی. بیا فرض الان باید یه جا پیدا کنیم بگیریم توش بخوابیم. کجایی تو؟ مزرعه‌مو میخوام. مزرعه خوشگلی بود. حیف شوشه میکشیدم روش. شوشه میکشید روش. حاجی بیا توی این قاره هست این بی پدر. کجایی؟ تو چه؟ کجایی؟ نمیدونم، بیا همون جایی که گیر کرده بودی. نیست کجا رفتی؟ دقیقا همونجا هم. آیرون بعدین بذار همین الان آیرون ها ما گوشتم شد. فعلا بذار غذا رو اوکی کنیم بعد به فکر شیمکت باش. آیرون منه. نزن. بیاد بدون آدم باش. آیرون بده نصف. بیا یه دونه دو تا دیدنش مارتو خود تو اینجا. بیا حله. امید خدا اگه منم آیرون پیدا کردم بهت نمیدم. کجایی؟ من دارم میمیرم. یعنی چی داری میمیری؟ HP که نیم قلبه. دو تا هم بیشتر. بیا HP تو پر کنم. وایسا یه دقیقه. کجایی؟ بیا HP تو پر کنم برات. نه در نرو. اوکی HP تو پر نمیکنم. آقا نکن دوری ننداز بین خودمون اول سر. دارم میرم مرغ بکشم که گوشنگی برطرف شه. اوکی. سرپناه هم درست کن. فعلا باید شب اول رو سگی سروایو کنیم. همون دیگه برو زیر زمین یه جای حفاری کن یه شب سروایو کنیم. باشه ولی دلیل نمیشه اونجا خونمون بشه ها. اوکی من قول میدم چوب نزن. حل رادین کلی گوشت دارم. ببین فرزاد الان که من دارم دقتم چی شده؟ رادین یه تخم داشتم زدم تخمه جوجه شد. پشمام غذا. 1 hour later. بذار یه خونه نقلی درست کنم. وایسا خونه رو من الان درست میکنم. چوباتو بده. چوب ندارم. چرا دارم بیا. برو چوب سری جمع کن. یه خونه استارتر خوشگل درست کنم. بیشتر بابا من اکساویت نمیتونم بکنم. هیچی ندارم. الان میتونم.
ولی من فهمم غذای خودم برداشتم. حله. اگه برم تو تا خونه رو میسازی من بازم برم ببینم چه کار پیدا میکنم. آره میخوام مثل دفعه قبلی مزرعه بسازیم. ها ادگار میخوای مزرعه الان بسازیم یا اینجا بکنیم؟ نمیسازیم ولی خب حالا بعدا اونجایی که خواستیم خونم رو بسازیم چیز کردیم میسازیم. بذار همونجا باشه 2 دقیقه. چرا کشتی کردیش؟ چرا کشته نکنمش؟ راست میگی، منطقی سید. اگه داریم میمیرم از گشنگی وضعمون خوب نیست که این بخوایم اسپایدره رو بکش. اسپایدره رو بکش. Can you survive at a spider? 5 night at spider. آجی اینجا ای. رادی واردن نداره تو 1.18 چی نداره؟ واردن اونجا منطقه خیر. برفیه. خیر. 1.18 ایم تو 1.19 واردن داره. یه سری هم بریم 1.19 با بچه ها این چند سیتی رو بریم جالبه. انشاءالله 1.20 اون سری دیگه میریم. نه چرا شیکوندیش بیشور؟ اینا به همون توت میدن بمیری اصلا. بیا گل برای گل حمالی رو جلو کردم. خوب ریدم تو اینجا نه؟ فقط این ناحیه رو ریدیم اینجا اوکیه. به پا دیگه اینا رو نشکنی حاجی. بودو بیا تو خونه بیا تو خونه. چی میگی؟ آستا اوکی کشته کردیمشون. جای خوبی نکشتم یارو ولی خب باید صبر کنیم دیگه همینجوری. اینجا سخت نداریم. خب بعد وایسی درست کنم. چوب برو بیار نشکونی ها. آره توی لحظه یه حرکتی بزنم اینجا. فرزاد برو چوب اسپروس بیار از اونور. بعدیم بیاد چوبایی که خواستید دهنم سر سرویس بود. حله ولی من از این چوبا داشتم بهت میگفتم فرزاد نه این چوبا. نه دیگه من برم ببینم غذا پیدا میکنم. واچ مرغ به به کلی مرغ بریزم. منطقیه. من بیشتر خوشم میومد چون قشنگ همرنگ اونجا بغلش یهو رفت میشه حواسش نیست. ببین 4 تا میشه بدبخت شدیم این وضعیت که باید بیشتر از 12 تا عنکبوت باید بکشیم. سوکس این مگه پرفکت فوله. ولی من احساس کنم تو پرفکت فول گذاشتی. منظورت پیسفول نیست احیانا؟
اما که خیلی زیاد اسپان میشن. هاردکور منظورته؟ بدش هاردکور اصلا یه چیز دیگه است. یکم گوشت زامبی دارم بخورم. عزیزم چرا خوردی گوشتم و طول سگ؟ اینم بخور. اینجا نمیشه نمیذاره بگیرمش دست. آها چرا میذاره؟ فرزاد همون سمت کوه. منو میبینی؟ اگه رو سقف خونه وایسی منو میبینی. رو سلام، منو اون بر پشت سرت. سلام فرزاد کور. فرزاد یا سگمونو بذارم رو کلت. میشه؟ آره بریم. تنها آزمونمون هم چوک دادم. شاید بزن یه چیزی بخور. بدبخت شدم. ایچ چقدر گوبه. بیا فرزاد من که همش دارم گوشت زامبی میخورم. بیا سیب بقل. اسکابیت هم تا اطلاع ثانوی نکن. سگمون کو؟ رو کلت. مثل این قضیه است که یارو میگه عینکمو گم کردم، میگن روی چشاته. اسکویت. آفرین. وای انگشتام خواب رفته موقع ویدئو گرفتن. آخه وقتش بود. بکشم؟ نه. خشم شب هم نکرد. شت خشم شب؟ What the fuck؟ سلاح دستت بود؟ فقط تبر. خب همون سر هم حمله کردش بهت. گوسفندارم داره میخوره. سگم خورد. سلام خشم شب. من که دارم درختا رو میکنم، سیب در میارم میخورم. وای دوباره اومد این دیوز. من حواسشو پرت کردم. تو چیز کن برو بکشش. داره میاد اینجا. داره میاد این طرف. چیزش کن. بردار آیتماتو سری. آیتمان کو؟ همون طرف افتاده. آقا سیب بده به من بی شرف. مگه آیتم خوره؟ آیتما رو نمیخوره، تو رو فقط میخوره. بیا فرزاد بریم این طرف. نگاه من دارم کجا میرم. ایول صدا پشت دارم. چیز کن اون یکی هم. آره بکش. خب بیا بریم رو این تپه اسپان پوینتمون رو ست کنیم. گوکو کمین کرده اونجا. در جنگل های آمازون خشم شبی نهفته است که در روز هم خود را نشان میدهد. ندارم چوب. دوباره شروع شد؟ چی شروع شد؟ این وضعیت. بله بیا فرزاد چوب بقول. چه دارم قیچی رو تو کرافتینگ تیبل درست میکنم. بله قیچی برای من نیست دستی ساختش. این اسمان پوینت بزن. میستر بومباستیک. خب وردار گوسه پندا رو بذار سر جاشون. فرزاد اسپان پوینتت سته دیگه. آره. چوب داری؟ ها؟ چوب دارم آره. این درخت یه چند ساله داری به کارتون واقعا نیاز داری. برای همین کلی سپلینگ آوردم دیگه. من برم سیج جمع آنکتین باب بیارم بسیارم. ویلیج! همین بغله! برگام بریم این چیزاشو گندم مندوماشو بقاپیم. چجای خوبی هم چجای خوشگلی هم هست فرزاد نه؟ خوشگل اسمش. ولی بذار بالای تپه زندگی کنم. حیف من ماد بتر ویلیج رو نتونستم بریزم. بذار من این ویستون اینا رو بردارم.
خب خیلی هم خوب. آدم میاد هر چی ویلیجره. وای خدا، من اگه یادم بود ویلیجرها این شکلیان، ویلیجاشون اون ماد بتر ویلیجو میریختم. این چه گوهیه آخه. بابا خیلی ایکویریه ویلیجه، اصلا خوشم نمیاد. الان این مثلا چه بیریجیه فرزاد خدا. خب یه بریج صاف میکشیدی همونجا به ویلیج، چرا یه دور تا ته رفتی پایین بعد یه دور تا ته اومدی بالا؟ چرا زاویه دار چیز کردی؟ بیا فرزاد ماهی بگیر تیمش کن. بیا ببین اینا بین بیدندونه و بین گربه دیگه، به خودت مربوطه. طول سگ گربه طول سگ. خوبه حالا گربه رو به خاطر من تونستی تیم کنی یا اون گربه تو الان من برات خریدم. دقیقا میخوای چیکار کنی باهاش؟ یک جای پشمی خوشگلی براش درست بذار. بگی بخواب. فرزاد به نظرت گندم زیر زمین هم رشد میکنه؟ تغذیه اثبات نشده است. این چه کوفتی الان های فرزاد شما درست کردی برای گربه؟ شبیه کوه رادین. بلندش کن بذارش رو کلم. خداحافظ. کجاست؟ برش داشتی؟ غیب شد رو کلم نبود. حله بریم. بیا دیگه اون یکی هم گذاشتم رو کلت. بیا بریم. اینا چرا اینجان؟ خب رادین حمل و نقل خواستیم بریم یه جایی با حیوان میتونیم. سلام. بیا بذار بردارم مرغا رو عروی سرت. ای وای رادین اینجا دارم فرار میکنن. بذار مرغا کجا؟ بذار من میتونم کله خودمون خونه نداریم برای گربه مون بدیم. متاسفانه گربه من نیست، گربه توه. وایسا برو اونور. اینطوری هم میشه. وایسا من برم تو رادین. آها نه بذار من برم تو. بیا برو اونور. منم اومدم. سلام. اوکی ما رفتیم. بای همونجا بمون. حال کردی چه چیزی درست کردم برات؟ آخه بذار اینجوری کنم درشو که همیشه وا باشه. بده ترپدورا رو. خب بده من. بیا اینطوری. نه راستش من میخوام برم. آها نه هیچی اوکی. میخواستم برم تو که دیدم اوکی. جا کمپ خوبیه رادین. بیا رادین. پلند بی بیا اینجا. بوفالو کشتم. بیا اومدم. کجایی تو کجایی؟ خوب که بیام. پشت آقا اینا مگه من عروض بجی منم دارم دیگه فوبیا عنکبوت میگیرم از دست تو. فرزاد اسکلتون استخون. بیا اب نره خودی میزنم. بذار همدیگه رو بزنم.
مگه الرینگه؟ خب فراتر از الدریه. چی میگی؟ بریم 3 تا استخون گرفتم. بریم بخوابیم. چرا اینقدر زیاد ماب اسپان میشه؟ چیکار کردم من با سرور مگه؟ فرزاد کریپر عنکبوت دور شو زندگیمون به فنا میره. حاجی جو بخواب فقط. برو فقط بخواب. حاجی نگاه تیر تو کجام رفته ختنه شدم. میبینم بخواب. مهم نیست بپوشونش. الان دلیل فرزاد منطقی شد که یه خبر خوب دارم یه خبر بد. خبر خوب اینه که احتمالاً دیگه اینا نمیان بهمون تجاوز کنن، چون من تا جایی که جا داشت تورچ گذاشتم اینجا رو. خبر بد اینه دیگه کل نداریم. الان میریم ماین میکنیم. آخه حالم ندارم. بیا این مزرعه‌مون هم بسازیم برای این ویدیو. ای خدا. کجا افتاد؟ این شانس نگاه کنم. ویلیج. به ما چه بکششون. بهتر ویلیج رو پاک نمی‌کردی خیلی خیلی آخه سرور ران نمیشد میدونی؟ بله منطقیه. ولی برو چند تا ویلیجر چیزام چند تا ویلیجر هم گراب کن بیاریم اینجا. ترینینگ هال درست کنیم. نه بچه همونجور که میبینید ما دیگه اصلا دغدغه‌ای برای ویلیجر آوردن نداریم. نه فرزاد تریدینگ هال الان درست نمی‌کنی. فشار بخورید ویلیجر رو. خنده میکنی؟ چی فشار بخورید ویلیجر؟ ببین 1 2 3 تا بکن همینجوری. بیا. ای وای. همین کافیه؟ آره حالا باید شیشه پیدا کنیم آقای فرزاد. چی کار میکنی؟ همه تورچا رو ریدی توش فرزاد. باید بذاریم. دونه کنده نشده رودیم. چرا این دونه هایی که نیستن دیگه اون گوشه نمیبینی؟ اینا اصلا نبودن از اول. خب بذار جاشون. به من سیب بده من گیر. بله اینجوری میزنیم. برو اونور. یه درم میذاریم اینجا. فعلا میپوشونیم اینجا رو با سنگ. زیاد چیز جذابی نیست این صحنه ولی خب خیلی خوب بچه خیلی ممنون که این ویدیو رو تماشا کردید. اگه نکنید کامنت ها خوش بنویسید. چرت و پرت میگه اگه دلتون میخواد بیشتر از این ویدیو بگیرید و منو حمایت کنید، ویدیو رو لایک کنید، نظر خودتون رو درباره این سری برای من توی این ویدیو بنویسید، کامنت کنید و حتما سابسکرایب کنید، زنگوله نوتیفیکیشن هم بزنید. حالا چی میشه دیگه؟ من هر 5 روز یه بار یه ویدیو میذارم بشین ببین دیگه چیزی نمیشه از چیزی حمایت کم نمیشه. بکنید تو کوچه به کوچه. ببین بریم دیگه. علاقه به بذار سر جاش. بذار بدبخت سر جاش داری کارای زشتی نکن. گناه داره اون گوسفنده. به به ببینید یک مزرعه خیلی خوشگل درست کردیم. فارم درست کردیم. بله. ببین من دوبار یک نقطه زخم نمیخورم آقای فرزاد. بیا فاین دیگه.
آه یس ای بابا راش کردم. بیفت بیفت برو. بیفت آی آی داشتم میمردم واقعا بذار بیا این آبتو بردار آقا نکن الان میمیرم حیوان تا این ویدیو دیگه خدافظ. بذار این آدم ویدیو رو تموم کنیم به خدا خدافظ